هلو، من نازنینم. امروز اول چالش تبدیل هیچی به موتورم در فاز کلان گی میخوری باری کلا. و امروز میخوایم بگردیم دنبال یه چیزی که بتونم توی دیوار بفروشمش و بتونم ازش پول در بیارم که باهاش بتونم توی یه چیز دیگه سرمایه گذاری کنم. از دیروز که داشتم فکر میکردم توی دفترم یه چیزایی رو نوشتم، حالا به عنوان اینکه حالا میتونم توی دیوار بفروشمش که امروز نخوام زیاد بگردم اتاقم کثیف کنم. تقریبا شد 3 تا 4 تا گزینه که حالا تو ذهنم میارم به شما نشون میدم. آخرش یکیشون حالا میذاریم توی دیوار یا کلا میذارم ببینم کدومش فروش میرسم. چی همه کار کنیم. ببین به عنوان اولین گزینه‌ام کتابامو در نظر گرفتم چون که خیلی سالمن. ببین مثلا آردی زیاد دستشون هم نزدن. مثلا موقع خوندنم اینطوری نیستم که بخوام خیلی کتابو وا کنم، بخوام مثلا وحشیانه باش برخورد کنم. نه اونطوری نیستش. کم ناناز باشون برخورد میکنم. سر همون مثلا سالم موندن. خدایی به نظر من که سالم موندن. اگه من این کتابا رو میدم میخریدم. اینا رو میتونم بذارم تو دیوار که حالا یه چند تاش اینا، یه چند تاش هم دم دستم نیستم. باید برم اون بالا رو بگردم پیداشون کنم که حالا گزینه اولی رو میذاریم. گزینه دومم کاری بودش که با خمیر رو اینو درست کرده بودن، یعنی کار دستات خودم گفتم بفروشم که یکی اینکه خیلی دردسر داره فروشش احساس میکنم، دو اینکه الان ندارم. یعنی وسیلی که ساخته بودم باهاش، حالا چه چیز باشه، جا اکسسوری باشه، چه جا اودی و این چیزا رو فروختم اون قبلیه که درست کرده بودم. کلا یه دونه برام مونده که اونم جولی زده شیکونده. نمیشه درست مثلا اینا رو گذاشت دیوار، میدونی نمیشه. اینا هم چون نگه داشتم چون دوستش داشتم، در واقع اصلا این باید بنظام آشغالیه، ولی چون دوستش داشتم نگهش داشتم. چیز دیگه هم الان ندارم از دستسازهای خودم که بخوام بفروشم و خمیرم ندارم که بخوام درست کنم خودم. این اگر بخوام همچین حرکتی بزنم باید برم خمیر بخرم، ولی خب الان ما موجودیمون صفره، بعد از صفر شروع کنیم. پس این کنسله یه جورایی. بعدی میتونه وسایل هنریم باشه، حالا مداد رنگی و آبرنگ و حالا هنری من که نه، از آبجیم داده به من آبرنگ و رنگ اکریلیک و اینا که بازم اونا خیلی مارکشون خوبه اون تایمی که گرفتیم و الان فکر نکنم بتونیم پیداش کنیم اونطوری. نمیاد وای نه لوازم هنری نه. آها کنترنگی آبجیم هست که من استفادهشون نمی کنم. خواهر اگه منو میبینی ببخش منو واقعا، ولی خب نیازه، احتمالا نیاز بشه این کنترنگیاتو بازم ببخشید. ولی جای چیه؟ جای آجیله توش ریختیم. ولی باز حالا اینو میذاریم گزینه‌های آخر که یه گزینه دیگه هم بودش. من دیشب گشتم قابامو پیدا کردم، بعد اسمش چیه الان آوردم گوشمشون لا لال شدم. اومدم ریختمشون توی مشما. تعدادشون هم زیاده، خدایی تعدادشون زیاده. اینا رو هم می‌ذارم تو دیوار. یه دارت بگم جولی نکن. زد رختاویز انداخت جا رختیه، رختاویز از اون. ببین اینا چند تاشه میکد گوی. آره این مال مامانمه. اینا قضاوت هم نکنیم، من اینا ننداختم. اینا هستن. آره اینا هستن. واقعا من که اینا رو میخرم بخرید لطفاً. اینا هم هستن.
وای خواب گوشی قبلی خیلی خوبه، خیلی دوستش داشتم. بعد اسمش چیه؟ اینا هم میتونم تو دیوار بعد بفروشمش. حالا یا توافقی میذارم یا دونه 50 تومن 70 تومن. اگه بخوایم حساب کنیم حالا مثلا 10-12 تا خیلی کم برن، 10 تا 50 تا میشه 500 تومن دیگه. با 500 تومن هم کارم راه میفته برای محلی بعدی. این واقعا دیشب تو ذهنم بود و وقتی که به ذهنم رسید قشنگ میدونی مخم تو ترکیده بود. دیدم که خب چیکار میتونم بکنم خدایا. نه من هیچی به ذهنم نمیرسه. بعد که یهو این به ذهنم رسید اینطوریدم که بعد اسمش چیه؟ خیلی ذوق کردم و اینا. الان به نظرم بین همه چیزایی که داریم بهترین گزینه است. حالا میتونم کتابامو من بذارم، اینم بذارم. کتابامو دلم نمیاد. نه کتابامو نمیذارم. فقط اینا رو میذارم. بعد اسمش چیه؟ ببینم چند تا فروش میده و چقدر موجودی پیدا میکنیم. جانم بذار الان میام. باشه الان میام. آره بریم که با هم بزنیمشون دیوار. خب گوشی مامانم الان آوردم، عکس بگیریم اول ازشون. حالا بریم برای آگهی کردن توی سایت دیوار. الان دیگه آگهی هم گذاشتم، تموم شد. حالا منتظر بمونیم ببینیم که حالا کی زنگ میزنه، کی میخواد، چقدر میره. اینطوری دیگه امیدوارم که همش بره، پول دستم بیاد بتونم برای مرحله بعد یکم دستم بازتر باشه، بتونم بیشتر مانور بدم. 2000 years later. خب الان سر 6 غروبه. بعد آگهی رو گذاشتم، چند نفر زنگ زدم باشون صحبت کردیم، قراره بیان قابا رو ببرن که حالا یکیشون گفتش که بیان ببینم اگه خوشم اومد تو گوشیم و اینو پسند کنم برش میدارم که حالا قراره تست کنه و ببره و قراره پول بیاد دستم که بریم برای فردا روز